So American President Donald Trump is claiming that he wants to give freedom to Iranian people, but what we see here is not a freedom. It is a total disaster. Speaking to you from the southern city of Lamard in Iran. This is the site of an unprecedented American war crime. بعدش من بلند شدم دیدم پام داره کلا اینجا همش خونه. ترکش اومد برید بعد پرت شد اون سمت. خونه‌ها میلرزید، خیلی به شدت میلرزید. انگار رفتیم زیر زمین و اومدیم بالا. قلبش داره اینطوری خون در میاد. این تکششه؟ آره فکر موشکه. اینا موج اول چی اونا؟ بابام اون موقع بوده اینجا فیلم گرفته همش. این ترکیبشه. کسی خانه بینیم